نحوه درست کردن اسید اگزالیک تزریقی برای زنبور چجوریه؟ دوستان برای این کار ما نیاز به 600 گرم آب مقطر، 600 گرم شکر و 36 گرم اسید اگزالیک 99 باید تهیه کنید که بتونیم این محلول رو درست کنیم. خب باید چیکار کنیم؟ 6 گرم اسید رو به آب مقطر اضافه میکنیم. این همین جوری داخل آب مقطر حل میشه. اما برای اضافه کردن شکر باید چیکار کنیم؟ وقتی شکر رو به این اضافه میکنیم داخل یک ظرف شیشه‌ای یا استیل میریزیم. داخل ظرف روحی یا هر چیز دیگه ای نباید این کار رو انجام بدید. وقتی داخل ظرف شیشه‌ای ریختین روی حرارت غیر مستقیم میذاریم. حرارت غیر مستقیم یعنی چی؟ یعنی یه دیگ بذارید که بخار کنه و اون ظرف رو روی اون بذارید که با بخار آب این مواد با هم حل بشن، حرارت دیده بشن. وقتی شکر داخل اسید و آب مقطر حل شد اون موقع محلولمون آماده است. بعد اینکه اینا رو آماده کردید به ازای هر قابی که داخل کندو هست 3 سی از این رو ما بین قاب ها میپاشید. وقتی این کار رو انجام دادید دیگه کنه‌کشی انجام شده و نکته هایی که اینجا مهمه، نکته هایی که مهمه رو باید در نظر داشته باشید. بعد اینکه شما اگه داخل کندوتون تخم سربسته بود باید این کار رو 2 بار انجام بدید، یعنی بعد از 1 هفته دوباره این کار رو انجام بدید. اما اگه تخم داخل کندوتون نبود همون 1 بار کافیه. اما اگه بود 2 بار انجام میدید، یعنی بعد از 1 هفته دوباره این عمل رو انجام میدید. و نکته مهمتر دیگه، وقتی با اسید اگزالیک کنه‌کشی کردید دیگه تا 4 ماه نمیتونید از موادی استفاده کنید که داخل اون اسید اگزالیک است. این حرف من به این معنی نیست که این موادی که درست میکنیم تا 4 ماه برای ما کنه‌کشی انجام میده، نه. یعنی تا 4 ماه دیگه ما نمیتونیم از دارویی که حاوی اسید اگزالیک است استفاده کنیم. پس از نوارهای دیگه‌ای که حاوی این مواد نیستن میتونید استفاده کنید. این هم یه موضوعی بود که خیلی مهمه. بعضیا فکر میکنن وقتی 1 بار انجام بدن دیگه تا 4 ماه این براشون کنه‌کشی انجام میده، ولی اینجوری نیست. اگه این مطالب ما به دردتون میخوره پیج ما رو فالو کنید و یه لایک و کامنت خوشگل برای ما بذارید که به ما دلگرمی بدید. در پناه خداوند باشید.